زرد، سبز، قرمز، سیاه، قهوه‌ای و انواع دیگر رنگ‌ها ظاهر ادویه‌هایی هستند که در بزرگترین بازار ادویه آسیا به چشم می‌خورند. आज की ये मार्केट नहीं है, ये 1700 यानी आज से करीबन 300 साल पुरानी मार्केट है और 300 साल این بازار امروزی نیست. حدود 300 سال قدمت دارد. کسی نمی‌داند، شاید قبلا هم بوده. این بزرگترین بازار آسیاست و به نوعی می‌توان گفت مرکز واردات و صادرات انواع ادویه جهان است. در کنار رنگ‌های متنوع، بو و عطر انواع ادویه‌ها مدام به مشام می‌رسد. این ظاهر بازار است که در باطن حکایت از تولید گسترده ادویه‌ها در هند می‌کند. این کشور که به سرزمین ادویه‌ها نیز مشهور است، دارای سابقه تجارت طولانی با تمدن‌های مختلف جهان از قدیم تا امروز است. ادویه از کشورهای مختلف برای ما میاد. از ویتنام، اندونزی و کشورهای آفریقایی میخک و دارچین و از نیجریه زنجبیل وارد میشه. زیره، زعفرون و آنگوزه هم از ایران میاد. ادویه‌جات هندی با توجه به عطر، بافت، طعم و ارزش دارویی بسیار مورد توجه جهانیان هستند. هند بزرگترین تولید کننده ادویه‌جات جهان است. با این وجود هندی‌ها بیشترین مصرف ادویه در جهان را نیز به نام خود ثبت کردند. اینجا تجارت متوقف نمی شود. خریداران زیادی هستند و کالاهای فراوانی هم وجود دارد. از 109 قلم ادویه موجود جهان 79 ادویه در این کشور تولید می شود. هندی‌ها فقط در یک سال گذشته 3.5 میلیارد دلار ادویه به کشورهای جهان صادر کردند. بیشترین ادویه جهان در اینجا خرید و فروش میشه. بازاری که 3 قرن پیش شاه جهان پادشاه مسلمان هند اون رو ساخت و همچنان این روزها بزرگترین بازار ادویه آسیاست. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.